در فرایند کارهای در این کنفرانس خبری ما که متوجه نشدیم در خصوص میزان خصوصی سازی کدام گزینه صحیح است. جمع واگذاری ها بوده 7,422,865 میلیون ریال، یا اینجوری 7,422 میلیون ریال. 7,000 میلیارد 7,000 میلیارد ریال. 7,000 میلیارد ریال. 7,000 میلیارد ریال. 700 میلیارد. 700 میلیارد تومان. 7,200 میلیارد تومان. اگه بخوایم باز 700 میلیارد تومان. حالا خودش کرد. روند کردم دیگه، خورده ها رو نخوندم. 7,422 ممیز 7,422,865 میلیارد ریال. خب مشکل رفت شد. میخواد یه بار دیگه بخونم.